اگر بیکار گردد چرخ گردان جهانی عاشقان بر کار باشند جهانی عاشقان بر کار باشند جان یاشی
درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه امروزه ما با یک ترانه جذاب شیرین از جانب خورشید ابراهیموف آغاز گردید. یک نفر سراینده جوان، آوازخوانی ممتاز، یک نفری که واقعا هم در میان نسل جوان پیشگام است و حضور او در ژانر شش مقام، حضور او در میان هنرمندان واقعا هم درک از آن میدهد که این نسل برای پیشرفت ژانر مقام کارهای ارزنده خواهند کرد. و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه های قبلی شما بیشتر شاگردان خود را می آوردید، نفرانی که در کنسرواتوار ملی تاجیکستان تحصیل میکردند. در این برنامه من میخواهم که تنها اطراف فعالیت ایجادی شما حرف زنیم. هر کاری رو آغازی است. یعنی شما از کجا آغاز کردید؟ با توصیه‌ای کی، با پیشنهادی کی و چرا محض جاده آوازخوانی را اختیار خود نمودید؟ تشکر. اولا سلام عرض میکنم برای تمام تماشابینان برنامه فضا و سراول میخواستم همین انسامبل زیبا رو که امروز با ما همراه هستند، انسامبل مطربان زیر راهبری عارف صالح جان که در کنسرواتوار ملی فعالیت در کنسرواتوار ملی تاجیکستان سبق می آموزند و آموزگار این نفران در اسپن انسامبل به واسطه خود عارف صالح جان است که پیوسته در درس انسامبل نازکی‌های نوازندگی رو می آموزاند و فکر میکنم امروزها این نوازنده ها الکی به یک درجه معین رسیدند و همین تجربه هایی که در کنسرواتوار پیدا کردند به اینها امکانیت فراهم می‌آورد که در انسامبل های دیگر کار و فعالیت خود را ادامه دهند و امروزها در دیگر انسامبل ها نیز آزادانه برآمد کرده استودند که این پیش از همه محصول زحمت همین استادان و آموزگاران کنسرواتوار ملی تاجیکستان است. این را همه وقت باید ما گوییم، با این اقرار باید شد، زیرا که پیش از همه اینجا زحمت استاد است. و چقدر که شما سوال کردید، من از زمان کودکی در جاده صنعت تربیت یافتم. کجا تولد شدید؟ در شهر کنیبادام. من اولا آغاز کردم در محیط عائله پدر و مادرم و بعدا تا این روزی که من آمدم، اگر من در بین مردم محبوبیت پیدا کردم، این همه زحمت و تلاش های استادان من است که پیوسته. شما گفتید پدر و مادر در خانه اونها با صنعت سر و کار داشتن؟ بسیار شوق و هوس، رغبت، بسیار مخلص و اخلاصمندی موسیقی سنتی هستند. بله. و شاید پدرم در کودکی میخواستند صنعتکار شدن، لیکن در دیگر سمت رفتند و میخواستند که فرزندانشان در سوی صنعت باشند و ما سه برادر و دادر در خانه پیوسته ما رو مشق میکنندن، تمرین میکنندن و در خاطر دارم و هیچگاه فراموش نخواهم کرد که ما تا ساعتهای 12 شب پیوسته سرودخوانی میکردیم با پدرم و تا حالا نیز من پدرم ترانه میخونه؟ بله، تا حالا نیز من در طریق مثلا تلویزیون رادیو برآمد میکنم، حتما اگر یگان جایی که کمبودی کردم اصلاح میکنند و بسیار فهمیش خوب دارند درباره موسیقی سنتی، مخصوصا از اون سرودایی که مثلا استادان اجرا کردند پیوسته ما رو تلقی میکنند که باید با همون زبان گفتاری استادان باید من سرود را اجرا کنم. خب از اینجا درود خود را به پدری مهربان میرسونم. بله حتما. باید هر یک فرزند از داشتن چنین یک پدر افتخار کند. که فرزندش را برای درست و راه حقیقی و واقعی روان میکند. بعد چی شد؟ یعنی شما اونجا مکتب موسیقی تحصیل میکردید؟ بله، مکتب موسیقی در شهر کنیبادام من اولا در صنف رباب تحصیل میکردم و بعدا در کنیبادام انسامبل شش مقام خوانان نورسی به نام استاد بای محمد نیازوف تشکیل شد و اونجا سبق آموختیم. نازکی‌های شش مقام رو اولین بار من در آن مکتب اندوختم، از خود کردم و آهسته آهسته در همین چهاربینی‌های شهری، چهاربینی‌های ولایتی اشتراک می‌کردم و ببینید که سال 2001 در آزمون جمهوری اندلب با نام ایجادیات خلق اشتراک کردم. در دور شهری، ولایتی و جمهوری جای نمایان رو اشغال کردم. همین باعث شد که من در پایتخت ماندم، یعنی که من رو برای تحصیل کردن، برای ادامه همین صیقل دادن هنری خود مرا در این شهر زیبای دوشنبه با توصیه استادان تحصیل دوام دادم و امروزها
افتخار دارم از آن که البته ما در چنین راه از استادان بزرگی تاجیک سبق آموختیم و آموخته ایستاده‌ایم و امروزها شاگردان ما نیز در پیروی کار و فعالیت استادان هنر خود را صیقل داده ایستادند. ترانه اولی که پیشنهاد شد؟ ترانه اولی که پیشنهاد شد با نام تمنا است از جانب استاد جوربک نبیوف و دیگر استادان و هنرمندان جمهوری ازبکستان بسیار گوارا اجرا کرده شده است و این متن اگر خطا نکنم متن رو نو انتخاب کرده مانده ایم و متن شمس تبریزی از معلوم است. شمس تبریزی است و هنگامی که ما در اکادمی مقام تحصیل میکردیم همسبقی ما نصیب امانبای و با این متن این سرود را زمزمه کرده بودند، ثبت کرده بودند و این را ما کوشش کردیم که امروز برای تماشابینان پیشنهاد کنیم. تشکر، زیاد خسته نباشید. ترانه دیگری که پیشنهاد میکنید چی نام داره؟ ترانه نوبتی ما از استاد زنده‌یاد حسین نصرالدین است با نام میبری. بسیار سرود معمول است و استاد متن‌هایش معمول است. بله، متنش هم آهنگش هم بسیار استاد خوب و گوارا اجرا کردن، ایجاد هم کردن. بله. و فکر میکنم ما در جستجو هستیم که انا هم خیلی سرودان رو یک تا مثلا یافته هم با شاگردان آموزانیم و هم خودمون اجرا کنیم که تا خود در بین مردم از نو احیا شود، زنده شود. بله. خب ما مشتاقیم که همین ترانه را بشنویم. تشکر. ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواریم، ما هنوز عجایب فتنه ها جانا به کارم میبری، بس عجایب فتنه ها جانا به کارم میبری، خاطرم آزرده میسازی قرارم میبری، خاطرم آزرده میسازی قرارم میبری، چند با یادی رخت امیدوارم میکنی، چند خوابی منزی چشمی انتظارم میبری، چند خوابی منزی چشمی انتظارم میبری، غرق در دریای عشقت گشتم ای نازنین، غرق در دریای عشقت گشتم ای نازنین، آرزومندم که روزی بر کنارم میبری،
بریم التماسم را بیاری گلزارم میبری گلزارم میبری وقت گفتا صابر از چی بیقراری گفتمش وقت گفتا صابر از چی بیقراری گفتمش آرزومندم که روزی بر کنارم میبری زان که امشب نزد شوخی بیقرارم میبری گلگزارم میبری جانا بکارم میبری تشکر زیاد. سلامت باشید. خسته نباشید و فکر میکنم که هنگام اجرای ترانه وقتی که زنده ترانه اجرا می شود حتما که بعضا مشکل و بعضا اشتباه ها رخ می دهد و هنگامی که اگر اشتباه از جانب نوازنده ها از جانب شما مثلا سر زد ناراحت نباشید. البته که این طبیعی زنده است و ما کاری تازه خود را پیشنهادی بیننده میکنیم. همینطور برنامه فضا نیز برای آن نفرانی است که استعداد دارند، صدا دارند، هنر دارند و میتوانند برای تمام مردمی تاجیکستان ترانه زنده بسرایند و از این امتحان بگذرند. واقعا یک امتحانی سنگین است. نه همه راضی می شود که اومده در این سفره نشیند با صدای زنده ترانه خواند و نه همه مطربان راضی می شوند که در این برنامه مثلا آهنگ بنوازند و صدای شما خسته نباشد. واقعا یک ترانه دلنشین بود که از شنیدنش لذت بردیم. در صحبت قبلی از فعالیت شما گفتیم، از آغاز کار شما، از آغاز قدم ماندن شما در جاده شش مقام گفتیم. چگونه به کنسرواتوار راه یافتید؟ در پیش کدام استادان تحصیل کردید؟ تشکر. ما سال 2003 اکادمی مقام تأسیس داده شد که سروری آن را هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان استاد عبدالولی عبدالرشید بر عهده داشتند و 8 نفر اسپرانتان ما اونجا تحصیل کردیم و 6 مقام رو کلی سلسله نصر رو به طور زنده مدت 6 روز در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی منظور تماشابین گردانیدیم و پیوسته در سفرهای هنری بودیم بیرون از تاجیکستان. موسیقی سنتی تاجیک را معرفی کردیم، با دیگر استادان و هنرمندان ورزیده دیگر دولت ها از نزدیک شناسایی پیدا کردیم، یک جای هنرنمایی کردیم. خب اطراف سفرها و آزمون هایی که در بیرون از تاجیکستان اشتراک کردید بعدا صحبت میکنیم. کدام سال آموزگاری کنسرواتوار شدید؟ من از سال 2009 به حیث آموزگار به کنسرواتوار آمدم، کار رو آغاز کردم و همراه استادان مظفر محیدینوف، مستان ارگش و شادروان الماس عبداللهیف، استاد عبدالولی عبدالرشیدوف و اسماعیل نظری، فیضلی حسنوف، دولتمند خانوف، محرم شریف و کار رو آغاز کردیم و تا امروز کار رو فعالیت کرده ایستادم که فکر میکنم در این مدت نه چندان کوتاه یا اینکه نه چندان دراز برای خودم بسیار برداشت‌های خوبی کردم، خود رو هنر خود رو بسیار سایقل دادم. واقعا من فکر میکنم آموزگاری نه تنها این است که برای یک نفر میآموزونی، بلکه همچنین میآموزی. آموزگاری میدونید هستند هنرمندایی که در حقیقت هنرمند خوب هستند. یک کسرا همچون یک کسرا هنرمند اصیل هستند لیکن آموزگار نیستند. باز هستند نفرایی که آموزگاری خوب هستند لیکن سراینده خوب نیستند. لیکن باز نفرایی هستند که هم سراینده خوب هستند و هم آموزگار خوب هستند. این رو باید از همدیگر باید جدا کرده توانست. این رو مردمی است که من فکر میکنم جدا میکنند. امروز ها ما تلاش داریم، من پیوسته
ҳама вақт ҳам аз суҳбати ҳамкорон ва ҳам аз суҳбати устодон ва ҳам аз ҳамсуҳбату маслиҳатҳои падару модарам пайваста дар ҷодаи кору фаъолияти худам маслиҳатҳо мепурсам то ки дар ҳамин роҳе ки интихоб кардем ба хатогӣ роҳ надиҳем ва шогирдонро дар ҳамин самт тарбия карда истодем. Гарчанде худ дар ин ҷода шогирд ҳастем ва пайваста талқин мекунем, тавсиф мекунем ки бояд дар роҳи рост бошанд, дар қадами худ бояд устувор бошанд. Модоме ки касби сарояндагиро ё ин ки навозандагиро интихоб карданд, бояд то охир инро идома дод, зеро ки дар нимароҳ монда ман имрӯз метавонам не ба ман ин маъқул нашудам бояд дигар касбро дар ин вақт ҳеҷ вақт одам ва ҳамчунин масалан ҳастанд нафароне ки хуб дар оғоз интихоб мекунанд жанри мақомро ва дар нимароҳ дар як жанри дигар масалан овозхонӣ мекунанд, мебинанд ки масалан жанри эстрада масалан бозоргир аст, ба ин восита метавонанд ки пули зиёд ба даст биёранд, дар ҳол интихоб мекунанд масалан як жанри дигари сарояндагиро. Хуб шумо ин гуна тасмим доштед боре? Не, ман барои чӣ? Ман аз хурдӣ гуфтам дар боло дар дигар барномаҳо низ гуфта будам, чун бо сабту оҳангҳои устодон тарбия ёфтем, дар ҳамин ҷодаи мусиқии суннатӣ дар байни мардум эътироф гардидем, шӯҳрат ёфтем. Агар шӯҳрат ёфта бошем маҳз ҳамун заҳмату талошҳои устодон ва ҳамин мусиқии суннатии шашмақом аст ки моро таҷриба кардед масалан дар дигар жанри сарояндагӣ? Не, масалан мо дар эстрада масалан ҳангоми тӯю маъракаҳо сурудҳои рақсӣ масалан иҷро мекунем, лекин масалан ба таври дар пояи ҳамин мусиқии суннатӣ он сурудҳое ки масалан он оҳангу сурудҳое ки устодони гузаштаи мо низ дар ҷодаи шашмақом кору фаъолият доштанд, лекин дар баробари ин эҷод мекарданд, бо эҷодиёт машғул буданд. Агар гирем устод Бой Муҳаммад Ниёзов, устод Карим Қосимов, устод Ҳусейн Насриддин, устод Ҷӯребек Муродов, Ҷӯребек Набиев, устод Муродбек Насриддинов, дигар устодон ки дар ҳамин як самти худ як сабку услуби худро доранд, як мактаби хосаи худро доранд. инҷо боз ҳам фикр мекунам як дастовези дигар овардед? суруд мехонем бо номи Тири нигоҳ аз оҳанги устод Ҷӯребек Набиев аст бо матни Нақибхон Тоғрал ва ин сурудро Шодравон Барно Исоқова бисёр гуворо иҷро карданд ва якчанд ҳунармандон низ ин сурудро иҷро карданд ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки сурудро манзури тамошобинон. Хуб як суол доштам, чаро ин сурудҳое ки дар жанри мақом аст бозхонӣ мекунанд? Яъне баъзе аз сурудҳое ҳаст ки чанд насл онро масалан бозхонӣ карданд, 4 насл 5 насл ва то ҳол он сурудҳо ҳастанд. Хуб ман мехостам чаро ин гуна бошад бифаҳмам. Хуб бисёр саволи ба маврид ин асосан тааллуқ дорад ба сурудҳои шашмақом, зеро ки ҳамин шашмақом аз пайдоишаш то ба имрӯз рушд кард, нумӯ кард ва тӯли ин қарнҳо ва асрҳо сайқал ёфт то ба имрӯз то даврони мо омада расид. Ва ҳастанд сурудҳое ки онро масалан наметавон дигар кард. Онҷо парда ҳаст пеш аз ҳама, ҳар як асаре ки иҷро карда мешавад, масалан агар гирем Насруллоӣ ё ин ки Наврӯзи Сабо гӯем агар масалан ба мақоми рост тааллуқ дорад, вай Наврӯзи Сабо бо анҳамун матни Сабо ба лутф бигӯ он қизоли Раъноро бо матни Хоҷа Ҳофиз бисёр маъмул аст, бисёр хуб аст, зеро ғазале бояд пайдо кард ки аз ин бояд боло бошад. На ҳар ҳунарманд ин сурудро иҷро карда ва оҳанг иваз намешавад, вай пардаи Сабо аст, дар мақоми рост аст. ё ин ки гирем ушоқҳо, масалан ушоқи Содирхон ба як карашма Зулайха, ба як карашма Зулайха ваши дили мавроя. чӣ хел инро матнашро иваз мекунед? Барои инро иваз кардан бояд як суруди нав эҷод кард ё ин ки дар равияи ҳамин бояд як матни баландро бояд ёфта интихоб. Воқеан ташаккури зиёд ва муштоқем ки таронаи навбатиро бишнавем. Ташаккур. Бифармоед.
عاشق به تو گشت آن زمان هر کس کی رخی تو دی جانا عاشق به تو گشت آن زمان مرغی دلی صد هزار عاشق در قیدی تو شد زی بحر دانا مرغی دلی صد هزار عاشق در قیدی تو شد زی بحر دانا تیری نگاهت گذشت از جان ابروی کجی تو چون کمانا خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانا خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانا از چینی جبین توست معلوم رنجیدی زی عاشقان همانا از چینی جبین رنجیدی زی عاشقان همانا گشته به جهان فسانت اغرل با تیری ملامت نشانا گشته به جهان فسانت اغرل با تیری ملامت نشان بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان عزیز. برنامه فضا است و مهمان امروزه برنامه ما خورشید ابراهیموف هستند که بار دیگر خوش آمدید میگویم. تشکر. و ایشان ترانه های زیبا، ترانه های
آرام را پیشنهادی ما کردند امروز در برنامه فضا در ژانر ششمقام که واقعا هم از شنیدنش لذت بردیم. سلامت باشید. خورشید ابراهیموف در برابر یک نفر آوازخوانی ماهر بودنش همچنین معرفگر تاجیکستان است. زیرا سفرهای زیادی خارجی نیز داشتند و در چندین فستیوال آزمون‌های بین‌المللی نیز شرکت ورزیده صاحب جایهای نمایانی شدند. بیاید اطراف سفرهای هنریتان بیرون از تاجیکستان حرف زنیم. میدونم که به آذربایجان سفر کرده، به ازبکستان سفر کرده. خب شاید که در چندین برنامه‌های هنری که حکومت تاجیکستان در کشورهای مختلف دنیا برگزار کرد در آنجا نیز شرکت ورزیدید، همچون روزهای فرهنگی تاجیکستان. خب بیاید از اینها حرف زنیم. تشکر. یک چند فستیوال آزمون‌های بین‌المللی در دوام چند سال اخیر شده گذشت. ترانه‌های شرق بود یکیش، نه؟ بله، اولا بود عالم مقام در شهر باکوی جمهوری آذربایجان سال 2009 سال 2011 اشتراک کردیم و در بین یک چند دولت‌ها جای نمایان رو اشغال کردیم. در اونجا آن همین سرودهای ششمقام اجرا کرده شد به واسطه. در یادم است دلخراج صادرخان بود، چپاندازی نوا بود و یک سرود نظامنامه آزمون همچنین بود که باید هر یک هنرمنده نوابسته از کدام دولتی باشد یک سرود مقام آذری را باید اجرا کند. خب و همون سرود آذری را ما با متن تاجیکی اجرا کردیم که بسیار از جانب هیئت حکمان خوش پذیرفته شد. چی آهنگ بود؟ سرود شکسته قره‌باغ بود، سرود آذری، و ما اون رو متن تاجیکی ماندیم با این طرز اجرا کردیم. در تاریخ همین ژانر مقام اصلا مال مردم تاجیک بود. بله. تمام آهنگ‌هایی که ایجاد میشد در اساس غزل‌ها و شعرهای تاجیکی بود. چگونه به زبان‌های دیگر گذشت و چگونه توانستند که مثلا با متن‌های مثلا ازبکی و ترکی این را آهنگ بندند؟ بله، درست قید کردید. ششمقام یک ساختار دارد. مثلا همین ششمقام راست، نوا، بزرگ، دوگاه، سه‌گاه، عراق پرده های معین خود را دارد. این پرده ها در همه جا تاجیکی است. بله، این پرده ها در تمام جا همین یک پرده است. مثلا مقام راست میگوییم پرده سال، یعنی که بزرگ میگوییم پرده ری آغاز می شود. اونجا ساختار آهنگ خود علاهیده است و این رو مثلا در دیگر دولت ها با زبان های با انمون زبان های خودشان اجرا میکنند. لیکن پرده اساس همون ششمقام است. بله. همین طور مثلا در ازبکستان ششمقام استفاده امروز من از جانب هنرمندان و استادان ورزیده ازبکستان بسیار گوارا خوب اجرا کرده می شود. در آذربایجان نیز موگام میگویند آنها هستند. مثلا پرده هایی که چارگاه میگویند، چارگاه به ما مسلمانندی دارد. در مثلا در ایران دستگاه دارند. بله. مثلا جو بیات است، ترک است، دیگر نمود اون نمادهایی که در ششمقام ما است. مثلا در هندوستان راگا هست ببینید. این همین موسیقی های سنتی مثلا دیگر دولت ها که با هم نزدیکی دارند. واقعا. بعد ازبکستان رفتید؟ بله، بعد این فستیوال سیمپوزیومی بین المللی عالم مقام که در باکو شد، بعدا سال 2011 در شهر سمرقند ترانه های شرق هنرنمایی کردیم، اشتراک کردیم و در اونجا نیز بسیار جای خوب رو. در آذربایجان چه جایی رو اشغال کردید؟ برای همین سرودی که ما اجرا کردیم، سرود آذری رو با متن تاجیکی، یکی از بهترین در بین همون اشتراکچی‌ها بهترین نامیناسیون سزاوار شد، لوریت آزمون شد و با اونجا تحفه و مثلا مکافات خود را داشت. و در ترانه‌های شرق نیز لوریت آزمون بودم و سال 2018 در یکمی فوروم بین المللی مقام که در شهر سبز جمهوری ازبکستان شده گذشت، ما اهل هنر با راهبری استاد عبدالولی عبدالرشیدوف اجرا هنرنمایی کردیم در آنجا و سزاواری جایی مثلا شاه جایزه گردیم که این پیش از همه موفقیتی بسیار دستاورد خوب است در این 30 سالی دوران صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز که به واسطه در تمامی ساحه ها مثلا پیشرفت ها بردباری ها دیده می شود. در جاده موسیقی سنتی نیست. من افتخار از آن دارم. بله، و این سفرهای بود که در کشورهای جریان یافت که مثلا در اونجا ژانر مقام استفاده برده می شود. ژانر مقام وجود دارد، مثلا سرآینده‌های معروف هستند، ولی سفرهای دیگر نیز داشتید. مثلا
روزهای فرهنگی تاجیکستان بله. در کشورهای اروپایی و ببینید به یک کشور می روید که از موسیقی سنتی ما واقف نیستند، کمتر درک دارند و قبول آنها چگونه است؟ موسیقی سنتی ما به آنها چگونه تاثیر میگذارد؟ باور کنید مثلا من تا آنجایی که من امروز با همراهی دیگر استادان و هنرمندان در یک چند دولت ها مخصوصا در همین روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دیگر دولت ها شده گذشت اشتراک کردم، به هر یک هنرمند، به هر یک نوازنده، به هر یک سراینده دقتی مخصوص میدهند. اگر چنده که نفهمن هم زبان ها بودن حالت هایی که مثلا در مانیتور در اکران سرود های ما خوانده رو ترجمه میکردن به زبان آنها، لیکن حتما بعدی کنسرت بعدی اتمام رسیدنی برنامه فرهنگی آماده حتما پرسان میشدن از سازی تنبور، از سازی دوتار، از سازی دایره، تبلک، دنبوره یا دیگر اسباب‌های موسیقی سنتی ما که بیوسته برای آنها این چیز بسیار یک نویگری است، مثلا یک چیزی کشفیات خوب نوی هست. و واقعا من فکر میکنم که اکثر سازهای موسیقی کشورهای خارجی مثلا اروپایی، کشورهای غربی در اساس همین سازهای موسیقی ما روی کار آمده است. شاید مثلا غیجک، سکریپکا در اساس این چیزا که مثلا آلیمان میگویند و بیشتر منقدان به این اندیشن که مثلا بعضی از همین گونه مثلا سازها در اساس سازهای ما مثلا در اونجا اختراع شده و امروز روی کار است. و همین سفرهای هنری برای یک هنرمند چی میدهند؟ طبیعی است که یک هنرمند می رود به کشور خارجی، جهان بینیش وسیع می شود، ولی برای رشد هنری او چی می دهد؟ برای رشدش حتما مثلا باز از نزدیک شناس می شود با هنرمندان دیگر دولت ها، مثلا جهان دیدن برای هر یک هنرمند مخصوصا در ساحه فرهنگ هنر کردن، سفر کردن بسیار درهای دیگر را باز می کند، زیرا که با موسیقی و فرهنگ دیگر یک دولت بیگانه از نزدیک شناسایی پیدا می کنید. و از آن چیزی که در خاطرات من مانده است، بهترین چیزی که مثلا در خارج ما را همچون همین اسباب‌های نادری ما را همچون چی گویم هم خیلی نظر میکنند که بله یک گنجینه گویا که و یا برای خود کشف میکنند، زیرا که اینها همه از چوب هستند. بله، همه چیز مثلا یک چیزی برقی نیست، این همه از چوب صدا میاد. ببینید رباب، تنبور، مثلا قانون، مثلا غیژک، دایره، همه این چیزایی که به طور زنده نواخته میشوند، به طور زنده با هماوازی انسامبلی که یک کس رو اجرا کرده میشود که باعث توجه است این چیز. واقعا. و همکاری نیز دارید با هنرمندان کشورهای دیگر؟ بله، ما هنرمندان مثلا وقتی که در آذربایجان بودیم با یک چند هنرمندای اونجا از نزدیک شناسایی پیدا کردیم و وقتی که در جمهوری ازبکستان بودم با یک چند هنرمندان انسامبل شش مقامی به نام یونس رجبی شهر تاشکند شناسایی پیدا کردیم و تا امروز ما مثلا طریق شبکه‌های اینترنتی صحبت میکنیم و من سال 2017 کنسرت مونده بودم و با کنسرت دعوت کردیم یک نفر حافظه که فضیلت احمد و خیلی که در این برنامه فضا ما یک جای هنرنمایی کرده بودیم. بسیار هنرمندان خوب دارند، بسیار استادان بزرگ دارند در حقیقت. همین تصمیم دارید که مثلا در دیگر کشورها کنسرت خود رو پیشنهاد کنید؟ بله، حتما ما یک نیت داریم در آینده خدا خواهد. من فکر میکنم که با کوشش و زحمت همین اهل هنر، اهل نوازنده ها، مطربان چیره دستی ما یک برنامه خوبی آماده میکنیم و نیت داریم که در آینده بیرون از تاجیکستان نیست با برنامه زنده به استفاده فنگرام برای تماشابین هنرنمایی کنیم. زیاد بار دیگر خوش آمدید و برنامه ما. واقعا از حضور شما در برنامه امروزه فضا بسیار لذت بردم، از ترانه‌هایی که پیشنهاد شد، از صحبتی که با شما داشتیم و باور داریم که باز هم در این سفره با ترانه‌های دیگر، با ایجادیات تازه می‌نشینیم، صحبت میکنیم و حرف میزنیم از کامیابی و دستاوردهای دیگر شما. و دیگر خوش آمدید و تشکر میگویم به مطربانی که امروز در برنامه ما حضور داشتند و با سازهای زیبای خود آهنگهای دلنشین را پیشنهاد بیننده ما کردند. خسته نباشید شما نیست. و دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشم که در برنامه ما حضور داشتن یک نفر هنرمند جوان و ممتاز، خورشید ابراهیموف، و باز هم با یک ترانه دلنشین برنامه ما به اتمام میرسد. تا دیدارهای بعدی سربلند باشید.
براهی دیده می آید ز دل اندوه پنهانی براهی دیده می آید ز دل اندوه پنهانی گلی یادی تو میریزد بر رخسارش که الوانی مراسا با خموشی می دهد لب را چو شرمی من نصیبی آهی سوزانی جگر در سینه سرسانی نصیبی آهی سوزانی جگر در سینه سرسانی با انواری نگاهت باز کردم روزنی دل را با انواری نگاهت باز کردم روزنی دل را حجابی میژه دارم بر نگاهی چشم شیطانی حجابی میژه دارم بر نگاهی چشم شیطانی وطن کردم تمامی عمر و درگاهی محبت کیست می آید به میهمانی به ملکی عشق صبرین آه تو محمیل اگر می بست و ملکی عشق صبرین آه تو محمیل اگر می بست نه لیلی رو نه شیرین داشتی این شهر سلطانی نه لیلی شیرین داشتی این شهر سلطان براهی دیده می آید ز دل اندوه پنهانی بر رخسارش کی الوانی جگر در سینه سرسانی